درود با شما دوستان گرامی. امروز دور اول چمپیونات مملکت اوید به فوتبال بین دسته‌های لیگ اولی ادامه یابد و در دربی ولایت سوخ دو دسته اسخط و خوجند با هم وامیخورند. این دسته ها در موسم سال گذشته سه وخوری انجام دادند که یک وخوری با نفع دسته اسخط و دو وخوری دیگر با پیروزی دسته خوجند انجام یافته است. از همه عجیب اون است که در این بازی ها توپ‌های خیلی زیاد زده شدند و یکی از این بازی ها با حساب 5-1 به پایان رسید. خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان اسخط را قبول کرد و الکی در دقیقه 12 عبدالمؤمن زبیرов با یک ضربه خوبی که حالا ما شما می‌بینیم حساب را باز کرد. سپس فوتبالبازان دسته خوجند فشار خیلی زیاد نمودند و با دلشاد بازارов موفق شد که حساب را دو بالا گرداند. دقیقه 27 یک بار دیگر عبدالمؤمن زبیرов با همین ضربه دیگری خود دوبل خود را به ثمر رسانید و اکنون فوتبالبازان دسته اسخط هم به خود آمدند و در دقیقه دومی وقت اضافه شده به قسم اول با گل اکبر توراєв حساب را تغییر دادند. 3-1 تنفس شد و در قسم دوم دلشاد بازارов گل سوم خود را خطریک خود را به ثمر رسانید و طاهر ملادوستов گل پنجمی فوتبالبازی دسته خوجند را به نشان رسانید و این بازی با همین نشاندهی 5-1 به پایان رسید. این یکی از بازی‌های طوری گفتیم سرگل بود. اما دلشاد بازارов حالا با درجه دسته اسخط بازی میکند و چگونه خواهد بود ما و شما آن را خواهیم دید. چون بازی در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان در شهر خوجند برگزار میگردد و اسخط به حیث میزبان دسته خوجند را قبول میکند، همه را یادداشت میشیم که یک مرتبه اسخط توانسته است که با حساب 3-2 خوجند را پشت سر گذارد. این دور هشتم چمپیونات مملکت بود که اسخط در ورزشگاه اسپارتاک خوجند را قبول کرد و در این واقعه دلشاد بازارов توانست در دقیقه 8 حساب را باز کند. اما دقیقه 44 برای فوتبالبازان دسته اسخط با برار آمد. رستم صبورов با یک مهارت عالی توانست از بین دو محافظتگر توپ را به طور دروازه الکسی ماتروسov فرستاد. بار دیگر این حالت رو می‌بینیم بسیار حالت خوب و گوارا سنگیبویف ایجاد توپ رو خوب به او پرتافت و در نتیجه بعد 2 دقیقه در وقت دویم دقیقه وقت ایلوگی اکبر توراєв حساب رو 2-1 کرد. این غیر چشم داشت بود برای بازیکنان دسته خوجند. ببینید حالا بعد از ضربه کنجی چگونه حالت خوب به وجود آمد و با ضربه سر ماتروس رو مجبور کرد که توپ رو از دروازه گیرد و قسم دوم هم شروع گردید و حسابی الکی 2-1 طور صورت گرفت که در اینجا قاعده بازی ویران شد از جانب بازیکنان دسته خوجند و ضربه پنالتی تعیین شد و آن را اکبر توراєv به ثمر رسانید و دوبل خود را در اینجا بر جای گذاشت. 3-1 است و اینجا فوتبالبازان دسته خوجند هرچند کوشش زیاد کردند که با موفقیت نایل شوند چیزی نشد و با یک حالت همچنین ارتیم سردوک در دقیقه 75 بعد یک خطای فوتبالبازان دسته اسخط با زدن ضربه پنالتی دست یافت و همین بازی با حساب 3-2 با پیروزی دسته اسخط جنبست شد و اسخط توانست که در چمپیون شدن دسته خوجند یعنی صد گذارد. دو دسته ولایت سوخت در مقابل یکدیگر بازی نهایت زیبا هم نشان دادند. بازی دیگر این دسته ها با پیروزی دسته خوجند با نتیجه 2-1 به پایان رسید و این نبره‌ها رو ما هم داریم. این بازی پیش از آخری موسم فوتبال سال 2021 بود. خوجند باز در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان امکانیت یافت که با دروازه دسته اسخط دو توپ زد و موفقیتش در زینه دوم بهتر نمود. دلشاد جان کریمov در دقیقه 38 با خودگلش حساب رو 1-0 به نفع فوتبالبازان دسته خوجند کرد. سپس در دقیقه 69 حالا اینجا که ما با شما میبینیم این خودگل رو میدید ولی این خودگل است از دلشاد جان کریمov با طور دروازه دسته اسخط و اکنون ارتیم سردیوک در قسم دوم در دقیقه 69
ҳисобро 2 бар 0 кард. Артем Сердюк яке аз бозигарони беҳтарини мавсими гузаштаи Хуҷанд буд ва имсол мебинем ки ҳунарнамояшро дар Баҳрайн идома медиҳад. ӯ ба ин нигоҳ накарда ҳоло футболбозии дастаи Хуҷанд боз дар ин мавқеъ бозигарони боз ҳам пурқувватро ба даста оварданд ва имсол ҳам нияти унвони чемпиониро ба даст оварданро дар назди худ мақсад гузоштанд. инҷо як голи зебо аз ҷониби Иброҳим Эшонхонов дар дақиқаи 75-ум ва ин гол аз масофаи дур зада шуд. акнун кадоме аз ин дастаҳо дар чемпионати 31-уми мамлакат дар даври аввал ба пирӯзӣ ноил мешавад? имрӯз мо ҷавоби саҳеҳ хоҳем гирифт, аммо умед ҳаст ки дар ҳайати ҳарду дастаҳо бозигарони нав шомил шуданд ва онҳо шарафи ҳар як дастаро арзанда ҳимоя мекунанд. Дилшод Бозоров ки дар ҳайати дастаи Хуҷанд ба ҳайси капитан буд, ҳоло дар дастаи Эсхата ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва имрӯз дар муқобили дастаи пешинаи худ Хуҷанд чӣ гуна бозӣ мекунад, чунки дар бозиҳое ки бо дастаи Эсхата Хуҷанд дошт, маҳз Дилшод Бозоров тавре дидем голҳои зиёде ҳам задааст.